میدونستیم 4 نوع برونگرایی وجود داره. دسته اول برونگراهای حسی، به شدت از محیط اطرافشون تأثیر میپذیرن. ریسک پذیر و ماجراجو هستن و ترجیح میدن خودشون تجربه کنن تا اینکه از تجربیات دیگران استفاده کنن. فعالیت‌های یدی و ورزش رو به فعالیت‌های فکری ترجیح میدن. روابط سطحی و لذت بخش در مقایسه با روابط عمیق براشون در اولویت قرار داره و میونه چندانی با بحث‌های انتزاعی و چالش برانگیز ندارن. دسته دوم برونگراهای شهودی. میشه گفت این افراد در مقایسه با برونگراهای حسی چندان برونگرا نیستن. بیشتر دنبال کشف و تحلیلن. روابط عمیق رو به روابط سطحی ترجیح میدن و از بحث‌های انتزاعی به شدت استقبال میکنن. در حدی که اگر روابط براشون خسته کننده بشه یا احساس کنن بحث‌ها سرانجام خاصی نداره، به راحتی به خلوت و تنهایی خودشون برمیگردن. دسته سوم برونگراهای همدل. این افراد شدیداً به دیگران وابسته هستند. از تنهایی فراری ان و هر نوع رابطه‌ای رو چه سطحی و چه عمیق به تنهایی ترجیح میدن. دسته آخر برونگراهای فکری. این افراد قابلیت رهبر شدن دارن. به راحتی توی یک جمع تبدیل به لیدر میشن و برای هر کسی وظیفه‌ای رو تعریف میکنن. با توانایی حل مسئله، مدیریت بحران و هدف گذاریشون شناخته شده هستند. اگر برونگرا هستین، جز کدوم یکی از این 4 دسته این برای ما بنویسید.